به مناسبت روز غلبه در نزد مجسمه یادگاری شهیدان جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 که در موضع پنجشنبه شهر خوجند جایگیر است چاره‌بینی دایر گردید. قید کرده شد که مردم شرفمند تاجیکستان روز غلبه را در ردیف خلق و ملت‌های دیگر همیشه با ارزگذاری و قدردانی از کارنامه‌های جنگی و جانثاری‌های فرزندان خود و گرامی داشته خاطر نیک سربازان و افسرانی که از جبهه نبرد برنگشتند تجلیل می‌نماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روز غلبه را در ردیف سنه‌های فراموش نشونده گذاشته از جمله تاکید نمودند روز غلبه رمزی وطن دوستی، فداکاری، اتحاد و روح شکست ناپذیر خلق است. همه ساله تجلیل نمودن روز غلبه پاس خاطره هلاک شدگان، قدردانی رادمردان نبردهای شدید و زحمت بیکران آنها که در عاقبگاه در شکست دشمن سهم گرفتند خود عنعنه نیک و سبق عبرت‌آموز برای نسل‌های امروز است. سالها می‌گذرد اما نام جنگاوران، قهرمانانی که با بهای جان خود انسانیت را نجات بخشیدند چون کارنامه‌های اجدادی دلاورمان به مانند سپتامین، مقنع، تیمورملک، شاه اسماعیل سامانی و واسع دلاور جاویدانه باقی میماند. گفته شد که حمایت حقوق و منفعت‌ها و حفظ اجتماعی سابقه داران جنگ یکی از سمت‌های اساسی فعالیت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی، ولایت سوخت، شهر و ناحیه‌ها، جامعه‌های مهنتی و استحصالی به حساب می‌رود. امروزها 11 نفر پدران شجاع ما که با سربلندی از میدان نبرد برگشته و با زحمت سازنده خویش مملکتی از آثار جنگ خراب گشته را با مهنت ظفرمندانه برقرار ساخته بودند. اینچنین 92 نفر آنهایی که در عاقبگاه برای به دست آوردن حصه ارزشمند گذاشتند در قید حیات بوده حضور هر یکی آنها که مصلحت ده ما هادی و رهنما و دعاگوی ما می باشند به دیده ها نور و به دل ها سرور می بخشد. همه ساله در عرفه عید غلبه و دیگر جشنها آنها با کمک پولی و تحفه های خاطروی قدر کرده می شوند. برای پیران برنادل فراهم آورده شدن شرایط مساعد تبابت و استراحت، عیادت همیشگی آنها از جانب نمایندگان مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی و جامعه های مهنتی شهادت احترام به اندازه انسانیت نسبت هر یکی آنها می باشد. در مراسم گلگزاری رهبریت مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی ولایت و شهر خوجند شماره زیاد سابقه داران جنگ و مهنت و نمایندگان اهل ضیاع ولایت اشتراک نمودند. جامعه های مهنتی شهر خوجند، آموزگاران، طالب علمان مکتب‌های عالی و میانه کسبی، مکتب‌های تحصیلاتی همگانی و دیگران بر پایه مجسمه یادبود شهیدان جنگ گل‌های تر و تازه گذاشته خاطر شهیدان و قربانیان جنگ بزرگ وطنی را پاس داشتند. باید یادآور می‌شویم که سال روان از بودجت ولایت برای قدرشناسی 11 نفر اشتراکچیان و معیوبان جنگ بزرگ وطنی و 92 نفری که در عاقبگاه فعالیت داشتند صاحب مدال‌های ذکر شده هستند 7000 سامانی در عموم 445000 سامانی جدا گردیده به سابقه داران جنگ و مهنت سپارده شد.